دوستان عزیز و مهربان من، عزیزان دل، هرگاهی که از روی پاییز میگذرید اول با دقت این طرف آن طرف را نگاه کنید. انا این خیل، انا بعد این خیل. اکنون که دیدیم میگذریم چون که پاییز تیز میآید. احتیاط نصف حیات گفتن. انا خیل. گفتن که هم مغازه اسماعیل هم دخوی خوب داره، دخوی فاسون، بوش خوبه، فاسونای. یکم دخوی نغز داره، یک هم دخوی نغز نشون ته؟ این نخجان دخوی نغز. شوکای نغز هم داره؟ بله. منم شوکام یک ولی میگیریم، یکم شوکای نغز میگیریم. یک دخوی این مردونه و زنونه. اما یکم زنونه شاتی نوزی، خیلی مردونه رو بعد میگیریم. اول زنها برای زنها بعد برای مردها. دختر جان یکم همین دخوی نغز داری؟ بله اکا جان. یکم دخوی فاسون یک هم برای اوه آره دخوی خویا بکر ما که دخیل الرژی دارم، ما دخیل ندارم. اما چند دخوی فاسون میگیره آدم و یکم دخوی نمیگیره. ما لکه شما برای زنده باشه. این فاسون نیست میگی بوش. نه من نمیفهمم خیلی. من بینیام کاره که نغز خیلی من یک دخوی زنونه برای من زنونه باشه. زنونه گیره؟ زنونه یه بچه تینجه؟ اینجا که یک دست مرست باشه. خیلی زنونه دخوی زنونه اگر زنونه دخوی اگر باشه زنونه ولی ای بوش ای بوش نشید یکم دخوی نغز ای بچه چه خودست ما؟ تو ایزو نمیکشی یا بچه بزبالا بزن دیوار چپا میشود کسوی مرا کفتیستی بگی دست که چی؟ خیلی ایزو نمیکشی یا مرده که بزبالا گرسو که 3 متر کسونو برو که خشو در کسا یا یتینه نداریم